به نام نامی الله که تمام من از آن اوست، به نام امام علی، به نام امام حسین، به نام امام حسن، به نام حضرت فاطمه زهرا. هر کسی تو هر شرکتی کار میکنه، مثل اسنپ، مثل تفسیر، مثل اینا کار میکنه، دوست نداره کار کنه، میتونه بیاد اینجا مشهده، میتونه بیاد اینجا چیز کنه، این کارا رو یاد بگیره. با کمترین هزینه میتونه بیاد این کارا رو یاد بگیره. نگاه کنه، با اینا میتونه تو چیز کار کنه، تو خانه‌ش حتی کار بزنه. بی کار میگن مخمر باشی، داخل جعبه های جواهرات، داخل روی کارهای ماشینی، اینا همه مخوره. برای دوستانی که توی خانه‌شان یک مثلا جای محیط انباری دارن، چیزی دارن که مثلا کوچیکه، کاری ندارن، تو جای کار میکنن، میتونن این کار هیدروگرافی رو بیان یاد بگیرن، میتونن بیان این کار رو انجام بدن. خیلی آسون، خیلی راحت، یک کار خیلی سختی نیست. این فیل یک کم از این مواد حل کنندهش روش اسپری میکنه، یک آپولوی نمیخواد هوا بشه. نگاه، تو خانه‌تان میتونید خیلی چیزا رو اینجوری فیلماشو بگیرید. خیلی ساده، تو ببینید بیا جلو. خیلی ساده، خیلی راحت. فیلم رو مبره یکم جلو. بفرمایید. فیلم یکم جمع شد. هیچ کاری نداره این کارا بخوان انجام بده. امام حسین